سلام بچه ها، شبتون بخیر. امیدوارم حالتون عالی باشه. بذارید من یه سری تغییرات اینجا بدم. چطوری بچه ها؟ خوبین؟ سلامتین؟ امیدوارم حالتون عالی باشه. شبتون بخیر. خب، در ادامه همون لایف هایی که گفته بودم خواهیم داشت و بازم تاکید میکنم ابتدای این لایف ما هفته 2 تا، اگر بتونیم حالا 3 تا بیشتر لایف های مختلف خواهیم داشت. چرا؟ به چند تا دلیل. یکی این که یه سری نکات خیلی مهم هستش که فقط میتونیم تو لایو در موردش صحبت بکنیم چون زمان زیادتری میخوادش، و یکی این که خب میخوایم خیلی بیشتر با هم دیگه تعامل داشته باشیم، صحبت بکنیم، نظرها رو بشنویم، صحبت بکنیم، یه سری نکته ها رو با هم دیگه یاد بگیریم. خیلی نکته هایی که به من کمک کرده بودش تو یادگیری زبان و خیلی نکته های دیگه که به زبان آموزای دیگه آموزش داده بودم بهشون گفته بودم، این کمک میکنه بهشون. اینا رو همه رو با هم دیگه در موردشون صحبت بکنیم و الانم میگم دوباره مثل همه لایف های دیگه، حتی اگر یک نفر هم تو لایو باشه برای من کافیه و همون مهمه دیگه، همون یک نفر هم یاد بگیره این مطالب رو، بشنوه، درکشون بکنه و بعد استفاده بکنه تو یادگیری زبانش که کمکش بکنه بتونه نتیجه خوب بگیره، همون برای من کافیه. خب پس بدون تلف کردن وقت بریم شروع بکنیم بچه ها. نکته‌ای که و موضوعی که امروز میخوایم با هم در موردش صحبت بکنیم زمان هستش. یعنی زمانی که تو لازمه هر روز، هر هفته، هر ماه صرف یادگیری زبان بکنی و اون مدت زمانی که در طول روز باید صرفش بکنی. در مورد این موضوع میخوایم صحبت بکنیم که خیلی موضوع مهمی هم هستش. چرا؟ چون من تو دایرکت ها میبینم موضوعی هستش که تو دایرکت ها خیلی از بچه ها میپرسن و به نظر من ارزش این رو داره که توی یک لایو مثلا 30 دقیقه، 40 دقیقه و هر چقدر که نیاز هستش زمان بذاریم و در موردش صحبت بکنیم، یه سری نکات، یه سری توضیحات رو بهت بگم. سوالی که همیشه پرسیده میشه، بذار از این زاویه شروع بکنیم. بچه هایی که میان تو دایرکت پیام میدن میخوان درستی ازش رو ثبت نام بکنن، ما اولین سوال یا جزو سوال هایی هستش که ازشون میپرسیم، حتما میپرسیم، اینه که میتونی روزانه 1 ساعت رو به یادگیری زبان، انجام تمرین ها، فعالیت های مرتبط با زبان که توی دوره از بچه ها خواستیم اختصاص بدی یا نه. پس این زمانه خیلی نکته مهمیه و این رو هم بذاریم کنار که آقا ما تو جلسه مشاورمون از بچه ها میپرسیم و مطمئن میشیم که میتونن زمان رو بذارن. مورد دیگه این که خیلی از بچه ها میان میگن که خب من اصلا زمان کافی ندارم و نمیدونم مشغله زیاد دارم، شاغلم، نمیدونم این کارو میکنم، اون کارو میکنم، کارهای مختلف انجام میدم و ولی دوست دارم زبان رو یاد بگیرم، چی کار بکنم؟ مثلا بیام پادکست گوش بدم، چی کار بکنم؟ یه پادکست بهمون معرفی بکنید، نمیدونم. و از این جور سوال ها که زمان هم توش هست قطعا کم نداریم تو دایرکت. ببین، بیا اینجوری صحبت بکنیم. اول بیا ببینیم که آقا ما در طول یک هفته چند ساعت زمان در اختیار داریم. به هفته 7 روزه، هفته 24 ساعت میشه 168 ساعت. ما در طول هفته 168 ساعت کلن زمان داریم. خب بعد من میگم که برای اینکه اتفاقهای خوبی رو تجربه بکنید توی یادگیری زبانت، توی سفر یادگیری زبانت، کافیه که فقط از این 168 ساعت 6 ساعتش رو بذاری بر زبانت. یعنی 6 ساعت یعنی چقدر؟ یعنی روزانه 1 ساعت. جمعه ها هم نمیخوادش، جمعه ها رو استراحت بکن، اصلا هیچ کاری نمیخواد مرتبط با یادگیری زبانت انجام بدی. یعنی من نمیخوام ازت اصلا، و خب اگر انجام بدی که خب چه بهتر. پس ببین، اول این که اصلا این زمان بزرگی نیستش. اول بیا در مورد این صحبت بکنیم که آقا این زمان گذاشتن چرا مهمه و چرا 1 ساعت، چرا مثلا نیم ساعت نه، چرا مثلا 3 ساعت نه. در مورد این صحبت میکنیم. ببین، زمانش که به یه حدی برسه، یعنی از یه حدی پایین تر بشه، اون زمانی که میخوای اختصاص بدی برای یادگیری زبان، اگر از یه حدی پایین تر بشه دیگه اون بازدهی که باید رو نداره. ببین حتی تو ورزش هم همینه دیگه. مثلا شما اگه یه جلسه ورزشی بری و مثلا اون جلسه ورزشی نیم ساعت باشه، نمیدونم 20 دقیقه باشه، تو فقط 10 دقیقه یه رو میخوای گرم بکنی و بعد یه رو چه تمرینی بکنی،
خیلی این بازش طولانی تر میشه که تو تأثیراتش رو ببینی. نه اینکه اتفاقی نیفته، نه قطعا یه سری اتفاقا برات میفته، ولی خب این باز زمانیش خیلی طولانی تر میشه. و اگر هم از یه حدی بیشتر باشه، ما اصلا زده میشیم از اون فعالیتی، از اون کاری که میخوایم انجام بدیم زده میشیم. اون کار هر چقدر هم خوب باشه، وقتی که زمانه زیاد میشه ما اصلا زده میشیم دیگه. اگر بیایم روزی 3 ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت بخوایم زمان بذاریم برای یادگیری زبانمون، بعد از یه مدتی زده میشیم. پس این 1 ساعتی که من اعلام میکنم بهتون، هم تو یادگیری زبان خودم تاثیرگذار بوده و همین الانم هم دارم انجامش میدم، چون من متوقفش که نکردم، که همچنان من زبان آموزم و دارم میرم جلو. و هم این که طبق این تقریبا 14-15 سالی که دارم زبان تدریس میکنم، یعنی تدریس میکنم که درگیر آموزش زبانم، متوجه شدم بر اساس اون چیزی که نتیجه گرفتم، دیدم که این 1 ساعت خیلی تایم خوبیه، مناسبه، هم میشه، هم قابل دسترسه. تو شلوغ‌ترین مدل زندگی هم میتونیم ما اختصاص بدیم و اصلا چیزی نیستش که ما رو دلزده بکنه، خستمون بکنه، انرژیمون رو بگیره و یه چیز شدنی هستش. نمیایم یه ایدئال مطرح کنیم. پس این داستان به خاطر این هستش که از یه حدی کم نباشه و یه حدی هم زیاد نباشه. پس اصلا دنبال این نباش که بیای بگی آقا من زیر 1 ساعت زمان دارم. نه، واقعا کارت سخت میشه. یا اینکه بیای بگی که من زمان زیاد دارم و میخوام روزی 3 ساعت 4 ساعت بذارم، که این کارم باز نکن. چرا ما داریم تو دایرکت میان بچه‌ها میگن که من میخوام روزی 3 ساعت 4 ساعت زمان بذارم. چرا؟ چون عجله دارم. و این حرکت ها رو نزن. حتی اگه عجله داریم من میگم آقا روزی 1 ساعت. حالا بیا در مورد این موضوع صحبت بکنیم که آقا ما این 1 ساعته رو، شما اومدی مثلا تو اومدی هفتگی گفتی بهنام، من باید برای چه مدت این 1 ساعت رو اختصاص بدم؟ ببین، من میگم که آقا شما 1 سال رو در نظر بگیر که هفته 6 ساعت رو برای زبانت اختصاص میدی. خب حالا یه نکته هم هستش، یه خبر خوبم هستش که آخر لایو بعد از اینکه همه این صحبت رو کردیم میگم. الان نمیخوام بگم که بری سراغ اون و بگی آها همین خوبه، همین اوکی. ببین، ما میگیم روزی 1 ساعت به جز جمعه ها، و تو 1 سال در نظر بگیر. یعنی ما جمعه ها رو هم بخوایم 52 تا جمعه هم هستش، 52 تا هفته است، 52 ساعت هم کسر بکنیم، ما میگیم مثلا آقا 300 ساعت تو 1 سال بیا زمان بذار برای زبانت. واقعا اصلا عددی نیستش. 300 ساعت فکر کنم تقریبا میشه تقریبا اندازه 3 هفته در سال دیگه، بازم کمتر حالا فکر میکنم. و من میگم که آقا 300 ساعت در 1 سال، ولی نکته اینجاست که آقا پیوسته باشه. اینجوری نباشه که تو مثلا 1 ماه بیای این 1 ساعت رو اختصاص بدی، بخونی، یاد بگیری و کار مختلف انجام بدی و بعد 1 ماه رهاش بکنی. نه، این پیوسته بودن است که میاد ضامن موفقیت تو میشه تو یادگیری زبان و بهت کمک میکنه واقعا که بتونی اون نتیجه رو بگیری. حالا نکته‌ای که هستش اینه که آقا ما تو این 1 ساعته باید چی کار بکنیم؟ تا اینجای کار به این نتیجه رسیدیم که آقا ما 1 ساعت باید روزانه به جز جمعه ها بذاریم برای زبانمون. اگر این تایم رو نداری، نه کلاسی برو شرکت بکن، نه آموزشگاهی برو ثبت نام بکن، نه دوره‌ای بخر و پولت رو، انرژیت رو اصلا هدر نده، انگیزت رو هدر نده. ما تو دایرکت بچه‌های کمی نداریم میگن که مثلا من روزی 20 دقیقه میتونم بذارم، یا من هر روز نمیتونم. خب شروع نکن. تا موقعی که نمیتونی این تایم رو اختصاص بدی شروع نکن. چون من نمیتونم بیام با دل تو راه بیام و دروغ بگم بهت که بگم آقا اوکیه بیا تو دوره رو تهیه کن، ثبت نام بکن و شروع کن. نه، نمیشه. باید 1 ساعت رو اختصاص بدی و ادامه دار، نه اینکه 1 روز در هفته باشه و 6-5 روز دیگرم نذاری و بعد چند ماه بیای بگی اینم نشد اونم نشد. و بعدش جالبه بچه‌ها میگن که من هر کاری میکنم نمیشه. بعد میپرسیم که مثلا چی کار کردی؟ میگه من اصلا یاد نمیگیرم. میگیم خب چی کار کردی؟ هفته پیش مثلا چند ساعت زمان گذاشتی برای تمرین اسپیکینگ؟ میگه هیچی. خب اون کارایی که میکنی و نتیجه نمیگیری چی ان؟ مثلا میای مینویسی، تمرین گرامر تمرین میکنی رو کاغذ، نمیدونم میری تو پیجای مختلف کلمه یاد میگیری، یا مثلا میای چه میدونم مثلا ریپلایای توی پیج رو میای، من که برات آموزشا رو میفرستم وقت میذاری رو اونا که آموزش مدون و منظم و حرفه‌ای تخصصی نمیشه که.
تو باید یه مسیر داشته باشی، از اینجا تا اینجا زمان مشخص باشه و همه چیز مشخص باشه. پس این نکته دوم که آقا پیوسته باید باشه. به خاطر اینکه ما میایم 1 سال در نظر میگیریم، بین 8 ماه تا 12 ماه در نظر میگیریم، میگیم که آقا روزی 1 ساعت رو اختصاص بده که واقعا یه چیز شدنی هستش و اصلا اینجوری نیستش که تو خسته بشی رهاش بکنی و واقعا یه چیز شدنیه. اوکی، این از این. حالا سوال پیش میادش که آقا ما تو این 1 ساعته چی کار باید بکنیم؟ ببین، زبان که میخوای یاد بگیری باید یکی از این مسیرها رو انتخاب بکنی. یه نفر، نمیخوام از این جمله استفاده بکنم که 1 نفر بالا سرت باشه، نه، از 1 نفر کمک بگیری که مسیر رو قبلا رفته باشه و اینجوری نباشه که خودت بخوای دست و پا بزنی تو مسیر. نمیدونم، دختر خالت میگه این کتابو بگیر، پسر خالت میگه اون کتابو بگیر، دوستت میگه فلان فیلمو نگاه بکن، اون میگه نمیدونم این سریالو نگاه بکن، این میگه بیا میدونم این هفته 50 تا کلمه یاد بگیر، اون میگه بیا این 6 تا گرامر رو یاد بگیر و یه چیز مخلوط عجیب غریبی در میادش. یه مسیر مشخص رو انتخاب بکن. چه میدونم میخوای بری آموزشگاه، برو ترم‌های کلاس‌های عمومی آموزشگاه رو ثبت نام بکن. میخوای دوره تهیه بکنی، دوره تهیه بکن. میخوای کلاس خصوصی داشته باشی کلاس خصوصی ثبت نام بکن. مسیرت معلوم باشه و از یکی که از تو سطحش به مراتب خیلی بالاتره از اون کمک بگیر. توی آموزش تخصص داشته باشه، از اون کمک بگیر. چرا؟ الان برات تعریف میکنم. ببین، من زمانی که استارت یادگیری زبان زدم کلی اما اگر تو ذهنم بود، کلی سوال داشتم و اصلا نمیدونستم باید چی کار بکنم. کلمه چجوری بخونم؟ نمیم. میرفتم کلاس عمومی توی آموزشگاه، خب میشستم و اونجا هم تدریس میکردم، ولی اون چیزی نبودش که برای زبان من مناسب باشه. خروجیش سپیکینگ نبود اصلا، خروجیش دانش زبانی بود. یعنی من گرامر رو به صورت استاتیک یاد میگرفتم، یعنی به صورت تئوری یاد میگرفتم و اصلا این خروجیه سپیکینگ منو به اون جایی که من دوست داشتم نمیرسون. به خاطر همین شروع کردم دست و پا زدن، همه چی رو امتحان کردم، فلان کتابو بگیر، فلان فیلمو بگیر، هر کی هر کاری میگفت من انجام میدادم و یه سری کارها تو اینترنت سرچ میزدم، میگشتم، خودم فکر میکردم، کارهای جدید انجام میدادم و من خیلی زمان گذاشتم. از توی این کارهایی که انجام میدادم شاید بگم 90% واقعا هیچ تأثیری نداشت. مثل همون نمیدونم ادیسون بوده یا نه، میگن که آقا 1000 تا راه امتحان کردش که تا بالاخره تونستش که نمیدونم جریان برق رو راه بندازه و اینا. میگن که خب چرا مثلا بقیه میگه خب اگه اونا رو امتحان نمیکرد به این نتیجه نمیرسید که اونا جواب نمیده و به این 1000 نمیرسید. منم همینجوری بود. اگه امتحان نمیکردم متوجه نمیشدم که نتیجه نمیده. امتحان میکردم، میرفتم جلو و میدیدم که نشد. ببین، من حتی اینجوری بهت بگم، من انقدر سپیکینگ دوست داشتم، سپیکینگم قوی باشه، گفتم قبلا دیگه، دوست داشتم مثل فیلم‌ها آمریکایی صحبت بکنم. یه روز رفتم توی یه کتاب فروشی زبان که فقط کتاب زبان میفروخت و هیچ ایده‌ای نداشتم که چی باید بگیرم. اصلا کتاب نیاز ندارم، نمیدونستم باید چی کار بکنم. گشتم از توی کتابا دیدم روی یکیشون نوشته سپیکینگ. گفتم این در مورد سپیکینگه و کتاب رو گرفتم. خیلی هم ضخیم بود. الان دارم، نه الان ندارمش دیگه، اگه داشتم نشون میدادم. و گفتم خب این خودش در مورد سپیکینگه، این به من یاد میده که سپیکینگم خوب بشه. آقا کتاب رو خریدم و ضخیمم بودش و تمام میکنم نزدیک 400 صفحه بودش. گرفتم و اومدم خونه، باز کردم، نشستم، این چیه؟ خلاصه گفتم ولش کن، بذار بخونم برم جلو. هی رفتم جلو، دیدم سوال پرسیده جوابه. بعد مثلا میگه که مثلا What do you do in your free time؟ بعد جوابش هم اومده نوشته. بعد من رفتم تو فکر این چجوری تو اسپیکینگ باید به من کمک بکنه. بعد اونجا خیلی رفتم تو فکر. اونجا فکر کردم که خب اصلا کتاب چجوری به اسپیکینگ من باید کمک بکنه و تمریناش هم دارم نگاه میکنم، اصلا به من هیچی نگفته که صحبت بکن که. بعدها فهمیدم که آقا این سپیکینگ آیلتس بوده و اون توی تاسک وانش یه قسمتی هستش که خب
سوالهای مثلا پرسونال پروفایل ازت میپرسه اون اینترویور، اون مصاحبه کننده، و این اومده جوابهای الگو برات قرار داده که آقا میخوای بری تو آزمون جلسه مثلا آیلتس، اینا رو حفظ بکن که بتونی جواب. اینو بعدا فهمیدم. و کتاب اینجوری کم نداشتم و کارهای این مدلی من کم انجام ندادم. اینو میخوام بگم که انقدر من آزمون خطا کردم که بعدها فهمیدم آقا چی جواب میده، چی واقعا اگر انجام بدی، چه فعالیتی رو اگر انجام بدی توی سپیکینگ، تو مکالمه، تو لیسنینگ قوی تر، تو یادگیری کلمات، تو تلفظ بهتر، تو یادگیری اصطلاحات، تو یادگیری عبارات پرکاربرد، اما تو 1000 تا قسمت زبان قطعا کمکت میکنه. و همونا رو اومدم ریختم توی 360 مثلا دارم میگم، همونا رو تو کلاس ها استفاده میکردم. حالا در کنارش روش تدریس جدیدتر هم یاد میگرفتم، باز اونا رو آزمون خطا میکردم، اونایی که جواب میداد رو برمی‌داشتم میذاشتم کنار. تو اگر بخوای خودت دست به کار بشی، روزانه 1 ساعته برات کافی نیستش. خیلی از بچه‌ها میگن که خب آره من 1 ساعت دارم میذارم، ولی 1 ساعت چی کار داری میکنی؟ داستان 1 ساعته رو که ما شستیم گذاشتیمش کنار، صحبت کردیم در موردش. داستان دوم اینه که تو 1 ساعت چی کار بکنی. بالاخره خب اون کاره هم مهمه دیگه. من میرم باشگاه ثبت نام میکنم و 1 ساعت و نیم هر روز میرم تو باشگاه و ورزش میکنم ولی اصلا برنامه‌ای که میزنم اصلا برنامه مرتبی نیست، به بدنم آسیب میزنه، تناسب اندامم از بین میبره، چه میدونم مثلا سرشونه‌هام بزرگ میشه، بازوهام کوچیک و پاهم اصلا کار نمیکنم. مثال میزنم. 1 ساعت رو اوکی بذاری، ولی چه کارهایی رو باید انجام بدید؟ خب اینم مهمه دیگه. خودت نیا دست به کار بشو، دلت برای زمانت بسوزه، دلت برای انگیزت بسوزه، دلت برای انرژیت بسوزه. خیلی از بچه‌ها عجیب غریبن، مثلا برای اینکه نیان پول یه ترم آموزشگاهو بدن، یه دوره‌ای تهیه نکنن، میان مثلا 1000 تا کتاب میخرن که خودشون بگن که آقا من خودم زبان یاد گرفتم. واقعا افتخار داره این که بگی آقا من زبان خودم یاد گرفتم. ببخشید من پوستم کنده شد، یعنی واقعا مسیر سختی اومدم تا تونستم زبان یاد گرفتم بالاخره، و هیچ افتخاری نداره الان بخوام بگم که من زبان خودم یاد گرفتم. نه، من اگر یه گاید داشتم بالا سرم، اگر بود کسی که به من میگفتش که بهنام تو اصلا کتاب آیلتس رفتی برای چی گرفتی، اصلا یکی بود که کمکم میکرد، یعنی یکی بود که کمکم میکرد، من اگر این فکر و این ذهنیت رو داشتم که آقا من باید از یه نفر آگاه و دانا و متخصص این قسمت و این مهارت کمک بگیرم، اگه من کوتاهی از من بود دیگه، اصلا انقدر خودم رو به زمین و زمان و این ور به در دیوار نمیکوبوندم که مسیر رو مستقیم میگرفتم میرفتم. و من انقدر زبان رو دوست داشتم، عاشقش بودم، اینجوری سفت و سخت باش موندم. خیلی از بچه ها ولش میکنن. پس اصلا دنبال این نباش که آقا من خودم پیش ببرم. ببین الان دیگه دوره این گذشته، مثلا یه لوله‌ای تو خونت خراب میشه، یه شیری داره آب میده، میری لوله کش میاری، برقت ایراد پیدا میکنه، میری برقکار میاری، کولرت خراب میشه، میری تأسیساتی میاری، میری تعمیرکار میاری، ماشینت خراب میشه، میبری پیش مکانیک، میبری پیش باتری ساز، نمیدونم روغن ماشینت رو عوض میخوای بکنی، میبری تعویض روغنی. هر کسی یه تخصصی داره، ما هم یه تخصصی داریم. مثلا تو زبان خوب نیستی ولی تخصصای دیگه هم داری که خدمات دیگه به بقیه بچه، مثلا خیلی هستن مادرای خوبی هن تو زبان ولی خب تخصصی ندارن و خودشون سعی میکنن به بچه هاشون زبان آموزش بدن، نه خرابش میکنی. تو تربیت فرزند خوبی، مطالعه داشتی، ولی تو زبان که تخصص نداری. بسپر به اون کسی که تخصصش رو داره و از اون کمک بگیر، به خاطر اینکه در پولت هزینه بکنی، در زمانت، در پولت صرفه جویی بکنی، در زمانت صرفه جویی بکنی، در انرژیت صرفه جویی بکنی. پس این نکته وقتی من میگم 1 ساعت رو بذار کنار، میگم حتما از یه نفر کمک بگیر. اون 1 نفر اصلا من نمیگم من باشم، نه، انقدر استاد زبان هستش که میتونی بچرخی تو اینستاگرام، تو یوتیوب میتونی بچرخی ازشون کمک بگیری، تو آموزشگاه ها میتونی سرچ بکنی، جوینده یابنده است میتونه پیداش بکنه، کمک بگیر ازش. ببین یکی از کارهایی که من الان انجام میدم به عنوان مثلا کوچ زبان این هستش که برنامه آموزشی میدم، مثلا پیام میدن، برنامه یادگیری زبان بهشون میدم و هر ماه تغییر میکنه و همه اینها من میدونم که اینو از اینجا شروع کردم، دستشو دارم میگیرم و تو مسیر میخوام برسونمش کجا، یعنی کل مسیر رو دارم روشن میبینم چون کارم اینه.
ولی تویی که کارت این نیستش، میری به بنبست میخوری، میری به بنبست میخوری، میری به بنبست میخوری. میگم فلان کتابو بخون کلماتت خوب میشه، میگم فلان فیلمو نگاه بکن لهجت خوب میشه، و همه این کارا رو انجام میدی به نتیجه نمیرسی. پس حرفم اینه، این 1 ساعته رو ما مشخص کردیم، حالا باید برای این 1 ساعته برنامه ریزی داشته باشی که حالا بهنام من 1 ساعته مثلا شنبه رو چیکار بکنم، 1 ساعته یک شنبه رو چیکار بکنم. تکراری نباید باشه که 1 ساعت دوشنبه رو چیکار بکنم، 1 ساعت سه شنبه رو چیکار بکنم، 1 ساعته و همین جور. خب زمانه مشخص شد، حالا باید اون کارهایی هم که تو اون 1 ساعت انجام بدی مشخص بشه. اینکه مثلا چه روزی کلمه یاد بگیری، کلمات رو از چه روشی یاد بگیری، چه روزی و به چه روشی رو تلفظت کار بکنی، کجا چه اصطلاحاتی و به چه روشی اصطلاحات رو یاد بگیری، کجا بیایی چه گرامر یاد بگیری، به چه روشی بهت آموزش داده بشه. ببین زبان قسمت‌های مختلف داره دیگه. این منو باز هی از این نمیخوام از این ور بپریم به اون ور، ولی یاد یه سری دایرکت‌ها میندازه که بچه‌ها میان میگن که استاد من میخوام مکالمه یاد بگیرم، گرامر نباشه لطفا. یکی دیگه میاد میگه که من اصلا اصطلاح خوشم نمیاد. یکی دیگه میگه مثلا من اصلا تلفظ حال نمیکنم، مثلا تلفظ نباشه. بابا مگه سلیقه‌ایه؟ مگه میشه؟ آخه مگه میشه تو بری باشگاه بعد بگی که آقا تو برنامه مثلا بازو و دست نذار؟ نمیشه که، این تعادله به هم میخوره. همه اینها کنار هم در نهایت نتیجهش میشه، خروجیش میشه چی؟ تسلط روی مکالمه زبان. و اصلا سلیقه‌ای نیست، یعنی دست من نیستش که بیام بگم که خب اوکی تو گرامر دوست نداری، گرامر رو بهت آموزش نمیدم، تو کلمات رو برمیدارم. پس ببین این قسمت‌های مختلف هر کدوم رو باید بدونی که چجوری کار بکنی، و این حالا قسمت یادگیری هستش. ما یه سری چیزا رو یاد میگیریم، بعد پیش اومده دیگه الان این چیزی که میگم رو میگی که آره من اینجوریم. خیلی زمان میذاری برای یادگیری، بعد میبینی که یه هفته بعد 24 ساعت بعد 48 ساعت بعد هیچی یادت نیست. و همین فراموش کردنه انگیزت رو میگیره و فکر میکنی واقعا وای من و شروع میکنی برچسب دادن خود، وای من خنگم، وای من اصلا نمیدارم حافظه ندارم، من اصلا حضور ذهن ندارم، من اصلا هیچی یادم نمونه، من اصلا برای زبان ساخته نشدم. در صورتی که نمیدونی فراموش کردن کلماتی که تازه یاد گرفتی نورمال ترین قسمت تو یادگیری زبانه، نورمال ترین اتفاق تو یادگیری زبانه. اینو من اگر بهت نمیگفتم از کجا میخواستی بدونی؟ و هی به خودت برچسب میزدی، میگفتی که من چیکار بکنم، هر کلمه یاد میگیرم یادم میره، هر کلمه یاد میگیرم یادم میره. آقا تو یاد گرفتی، بذار کنار، یه سری کارهاست، یه سری فعالیت هاست، یه سری تمرین هاست که بهت کمک میکنه اینها جا بیفته. پس ببین فقط یک کار نیست که من بیام بهت بگم که مثلا ببین چه میدونم مثلا پریسا مثلا بیا این کار رو انجام بده برای کلمات رو اینجوری یاد بگیر. به خاطر این میگم یه اتفاق نیست، بین 8 ماه تا 12 ماه زمان میبره و یه نفر باید کنارت باشه که بهت بگه که حالا این کارو کردی بیا این کارو بکن، این کارو کردی بیا این کارو بکن، و تو هم باید به حرفش گوش بدی، یعنی اون کاری که داره بهت میگه گوش بدی. باز برگردیم همون مثال ورزش باشگاه رفتنه. آقا تو میری باشگاه، یه مربی درجه 1 هستش، یه متخصص تغذیه هم هست، بهترین برنامه تغذیه رو بهت میده، بهترین برنامه تمرین هم بهت میده، ولی تو انجام نمیدی، نتیجه ای نمیده برات. اینو میخوام بگم. ببین اصلا بچه ها خیلی عجیبن، بعضی از بچه ها. من میام مثلا آموزش توی استوریا میذارم، بعد میگم که این کلمه رو بفرست، کلمه انگلیسی هم دارم میذارم تازگی ها تقریبا، که حداقل توی دیکته هم بهت کمک بکنه، همین یه نوشتنه کمک میکنه. میان اونو فارسی مینویسم. مثلا استوری امروز گفتم که آقا کلمه بیوری رو بفرست که آموزش برات ارسال بشه، اینو فارسی مینویسن. خب بابا تو اونو داری فارسی مینویسی، بعد خب میخوای زبان یاد بگیری، آخه چندی چی کار داری میکنی با خودت؟ خیلی ها میگن که استاد میشه مثلا کلمه فارسی بذارید، ما سخته اینو بنویسیم. خب اگه سخته که، اگه این کار برات سخته که اصلا پیج اشتباه اومدی، اصلا جای اشتباه اومدی، اصلا زبان مال تو نیستش. یادگیری زبان سختی داره، سخت نیست ولی سختی داره، چالش داره. باز برگردیم به همون مثال باشگاه رفتنه. آقا باشگاه رفتن مگه آسونه؟ تو میری اونجا عرق میریزی، نمیدونم خسته میشی، عضلات درد میکنه،
زمان باید بذاری براش، ولی خروجی داره بلد، ولی نتیجه داره. هیچ کار خوبی توی جهان ساده به دست نمیادش. تویی که به خودت نمیخوای زحمت بدی یه کلمه انگلیسی بفرستی که یه آموزش برات ارسال بشه، که اون آموزشه رو من برای این درست کردم که حداقل امروز تویی که شروع نکردی درگیرت نگه دارم با زبان، اینم انجام نمیدی. اوکی؟ پس آقا من میام بهت میگم که 1 ساعت زمان بذار، این کارا رو انجام بده، این تمرینا رو بکن. من تو دوره 360 زبونم مو در اومده انقدر که تو تک تک قسمت ها گفتم آقا انجام بده تمریناها، بعد بیا با من همراه شو. تمرین انجام بده، بعد بیا با من همراه شو. فکر کن که اینجا کلاسه، الان منم نشستم تو کلاس و الان درس دادیم، میگم که این تمرین رو انجام بده، بهت زمان دادم 1 ربع، تو تمرین رو انجام بده، بعد بیا در ادامه. اینقدر اینو بارها بچه‌ای که 160 دارن استفاده میکنن دیدن، بارها و بارها دارم میاد. چرا؟ چون اهمیت داره. آقا من راهو دارم بهت نشون میدم، ولی تو انجام ندی که باز هیچ نتیجه عاید نمیشه. یه جمع‌بندی بکنیم. 1 ساعت زمان، 1 بار برای همیشه. اگر نمیتونی زمان بذاری شروع نکن، خودتو گول نزن. نمیشه، اتفاق نمیفته، نتیجه نمیگیری. آقا من دارم رو رو راست بهت میگم. من اهل دلگرمی دادن و انگیزه دادن الکی نیستم. هیچ وقت تو هیچ کلاسی نیومدم به دروغ به یکی بگم که آه چقدر زبانت خوبه تو پیشرفت میکنی. هیچ وقت نگفتم. ما هممون بزرگسالیم، باید واقعیت ها رو بشنویم. آقا اگه زمان نمیتونی بذاری ورود نکن اصلا. ما تو همین 48 ساعت گذشته که 80 نفر ثبت نام کردیم، ببخشید من تو مطمئن نشم که آقا این مثلا جوگیر نشده که بیاد مثلا زبان شروع بکنه و واقعا میخواد شروع بکنه، اصلا ثبت نام نمی‌کنیم. و این رو هم بگم اگر بدونیم میخواد شروع بکنه و حالا یه سری شرایطش رو نداره، مثلا شرایط مالیش رو نداره، تا جایی که بتونم راه میام. یعنی یه جوری من کمک میکنم که اصلا بچه‌ای که دیدن تو دایرکت میدونن که چه جوری کمک میکنم. هدفم اینه که تو شروع بکنی و وقتی میگم خودت آمادگیش رو داری و حالا مثلا فقط پوله نیست، میگم مثلا مهم نیست، بیا من اینجوری کمکت میکنم. 1 ساعته رو بذار، از 1 نفر کمک بگیر، یه مسیری رو که رفته از اون، حالا آموزشگاه، کلاس خصوصی، دوره دیجیتال، نمیدونم هر چیزی که هست، توی فامیلتون معلم زبان دارید، استاد زبان دارید، کمک بگیرید ازش، چون اون مسیر رو رفته و مسیر رو بلده، کمکت میکنه. بهت میگه که مثلا اینجا یه پیچ تنده ها، سرعتت کم کن، تو پیچو بلد نیستی، چراغای ماشینت هم خاموشه، میری تو دره. این دره چی؟ انگیزه تو از دست میدی، پول تو از دست میدی، انرژی تو از دست میدی، زمان تو از دست میدی. بعد تا بیای دوباره خودت جمع جور بکنی سختت میشه. 3 کارهایی که باید انجام بدی، کارهایی که بهت گفته میشه انجام بدی، معلمت ازت میخواد، استادت ازت میخواد، کوچ زبانت ازت میخواد، انجام بده. اگر تو انجام ندی هیچ نتیجه‌ای خارج تو این دنیای واقعی، هیچ نتیجه‌ای عایدت نمیشه. اوکی؟ پس این 3 قدم خیلی خیلی مهمه بچه ها. این 3 قدم بسیار مهمه و بیشتر در موردشون صحبت میکنیم، در مورد نکاتی که مهمه توی یادگیری زبان تو لایو های مختلف صحبت میکنیم و گفتم که حتی اگر 1 نفرم تو لایو باشه برای من کافیه. 1 نفر نتیجه میگیره و همین برای من کافیه. اصلا دنبال عدد و رقم و نمیدونم تو لایک پست و نمیدونم تو تعداد و اصلا دنبال اینا نیستم. 1 نفر نتیجه بگیره برای من کافیه. اوکی؟ پس این یه چند تا نکته خیلی مهم بود که در مورد زمان، نمیدونم روش یادگیری و حالا یه کلیاتی بودش که بدونی که آقا کجا میخوای قدم بذاری و دلت برای زمان خودت، برای پول خودت، برای انگیزه و انرژی خودت بسوزه و خودت رو ببر تو مسیر درست. تو لایف های بعدی بچه ها با هم دیگه صحبت میکنیم. لایف هم سیو میشه و به زودی تو استوریا میگم که این لایف ها کجا سیو میشه. بازم میبینمت.